دولت شاهنشاهی ایران در تلاش برای ارائه نسخه‌ای رسمی از تاریخ کشور، تغییرات گسترده‌ای در نظام آموزشی کشور به وجود آورد و سنت‌ها و قهرمانان ایران باستان مورد توجه ویژه قرار گرفتند. فردوسی یک مرد آزاده فارسی بود که با اینکه با سلطان محمود غزنوی زیاد دوستی نداشت، ولی چون شاهنامه را از میان داستان‌هایی که در ایران زمین وجود داشت جمع کرد، مردم به او گفتند که بهتره تو پیش سلطان محمود غزنوی بری تا بتونی هم از این کار فایده‌ای ببری، هم زبان فارسی رو دوباره زنده کنی. حکومت تلاش زیادی داشت تا با معرفی فردوسی در کنار کوروش کبیر به عنوان نمادهای هویت ملی، ایرانیان رو به عنوان ملتی ریشه‌دار و یکپارچه معرفی کند. زبان و قلمرو مشترک از نظر شاه به تنهایی برای ایجاد این هویت ملی کافی نبود و مردم ایران برای دستیابی به این هویت به گذشته‌ای حماسی با مردانی بزرگ نیاز داشتند. ایده برگزاری جشن‌های 2500 ساله در راستای همین تلاش‌ها به ذهن شاه و مشاورانش رسید. جشنی که میتونست ضمن احیای ارزش‌های باستانی مردم ایران هم باعث تقویت هویت ملی ایرانیان بشه و هم شروع دوره‌ای جدید در تاریخ کشور رو به جهان اعلام کنه. بعد از بررسی‌های بسیار، سال 1350 برای برگزاری جشن‌های 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران تعیین شد.